بنا به خبرهای رسیده از خوروغ، مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شب 4 مارس در خوروغ کوشش بازداشت محمد باقروف، یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان صورت گرفته به تیرپرانی پیچیده است. پامیر دیلی نیوز پایگاه خبری که حوادث بدخشان را پیگیری میکند با تکیه به منابع خود خبر داد که افراد لباس ملکی در تن صبح 4 مارس در نزدیکی بنای ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در خوروغ کوشش کردند که پیش روی ماشین باقر را بگیرند. یک منبع این نشریه گفت این حادثه وقتی روی داد که محمد باقر و فرزندش را به درس به لیسه آقاخان که در نزدیکی بنای کمیته دولتی امنیت ملی جایگیر شده است میبرد. در او یک ماشین نامعلوم کوشش کرده است که روی باقر را بندد، ولی او توانست که از آن عبور کند. بعد این افراد ناشناس لباس ملکی در تن از ماشین برآمده به طرف ماشین باقر تیر پراندند. اما شاهد دیگر حادثه گفته است که آن نفران به هوا تیرخوری کردند، نه به سوی ماشین باقر. معلوم نیست که آن نفرانی که کوشش بازداشت باقر را کردند از کدام نهاد قدرتی بودند. مقامات رسمی تا کنون این حادثه را شرح ندادند. محمد باقروف یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک است که بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 از حساب قوات سیفایزه مخالفین فرمانده یک قسم حربی نیروهای مرزبانی تعیین شد و صاحب رتبه پلکوونیک شد. با ضد باقر اخیراً با اتهام تأخیر و لطکوب نماینده دولت پرونده جنایتی کشودند. مقامات حفظ حقوق در پی کشودن پرونده های جنایتی به ضد باقر و طرفدارانش از وی طلب دارند که به تفتیشات حاضر شود و همچنین 6 ساکن دیگر برخورق را که به لطکوب کارمندان میلیسه و امنیت در روزهای اعتراضهای 25-28 نوامبر در خوروغ عیبدار میشوند بسپارد. باقر این طلب را قبول نکرد و اینک بیش از یک ماه با ساکنان خوروغ نگران راه اندازی عملیات مخصوص برای بازداشت باقر و طرفداران او میباشند. ساکنان برای ممانعت به این در راههایی که به سوی خانه باقر میبرند نوبتداری شبانه روزی تشکیل کردند.